آقا این عراقیایی که هی سنگشون رو به سینه میزنین، هی میگید اربعین پذیرایی، همونایی که تو 8 سال جنگ جوانای ما رو میکشتن و چقدر جنایت کردن. این پرتکرارترین مغالطه و شبهه‌ای هستش که من توی کامنت پست‌های قبلیم داشتم. جواب خیلی ساده‌ای داره. هر گردی گردو نیست. به هر کسی تو هر دوره‌ای گفتن عراقی با هم یکسان نیستن. اون عراقی شیعه مخلصی که با جون و مالش میاد 3 هفته زوار ابو عبدالله ایرانی و عراقی و از هر کشوری رو پذیرایی میکنه، با اون عراقی بعثی تکریتی در واقع ذیل صدام تکریتی، این دوتا رو شما نمیتونید به جفتشون بگین این همونه، این عراقی همونه، اونم اینه. این دوتا رو با هم نمیتونید معادل بگیرید. این میشه مغالطه اشتراک لفظ به همین سادگی. همین صدام حرام لقمه صدها هزار از این شیعیان رو دوره خودش کشته. چقدر از اینا تو همین مسیر پیاده روی اربعین زمان صدام کشته و شهید شدن. این شیعیان کسانی هستن که تو جنگ به ما کمک میکردن، از عمد اسیر میشدن یا فرار میکردن میمدن سمت ایران با صدام میجنگیدن. گردان داشتیم از عراقی هایی که با صدام میجنگیدن. همین ابو مهدی و آقای آمری هم فرماندهانشون بودن. پس هر گردی گردو نیست.